با برداشت خبرهای امروز واقعیت را دریافتم. وقتی جان مکین، تنکندی و لورامید، سناتور و فعالان راستگرای آمریکایی از نزدیکان ترامپ میگه ما رسما در جنگ با اسلام هستیم. این یک نظر شخصی نیست، این یک اعتراف و آشکارسازی نیتشان است. سالها گفتن مشکلشان توریست است، بعدش گفتن افراطگرایی است، بعدش گفتن حقوق بشر، و حالا نقاب از صورتشان افتاده میگه مسئله خود اسلام است. برای همین سالهاست تفرقه میندازن، مذهب را در مقابل مذهب، کشور را در مقابل کشور، قوم را در مقابل قوم. چرا؟ آنها خوب میفهمند که اگر 2 میلیارد مسلمان با هم متحد شوند دیگر نمیتوانند خاک، منابع و ناموس مسلمانان را به تاراج ببرند.